خب سلام دوستان عزیز، این منظره رو لذت ببرین. میخواستم یه نمونه از کار قایقکاریه هیزوگامه پشت بام و طریقه نصبشو در 1 دقیقه جزئی توضیح بدم. ببینید دوستان، تو پشت بام همیشه چند تا آبرو هست. معمولا شیوا هم به سمت آبرو هاست، یعنی در واقع باید همینطوری باشه. اصولش اینه. بعد الان شما اگه اینجا توجه کنید، روی این پشت بوم 2 تا شیب داره، 2 تا آبرو، یکی این قسمته یکی این قسمته، یکی هم آبرو هم که میبینید این قسمته. 2 تا شیب داره، کروم بندی کردن، یه شیب اومده این طرف، یه شیب رفته اون طرف، مثل 8. موقع شروع کردن عایق رو پشت بوم باید از روی از روی آبرو اولین رولی که میخوامونین ایزوگامو باید اولی روی آبروه باشه. هر جا میخواین کار کنین اولی باید روی آبروه باشه، چه سرویس چه پشت بوم چه هر چی. بعدی 10 سان اوورلپ میخوره میاد روش، همینطوری میاد روش. اولی اینجا میشه، دوباره متر دومی متر میاد اینوری روشی 10 سان اوورلپ، همینطوری پشتم تا روی این قسمت 8. الان شما توجه کنین اونورو من این ور زدم. اینجا الان آبرو داریم، یه دونه اونجا داریم، یه دونه اینجا داریم. نکنین این آبروه، این سوراخ آبروه. خب اولی من روش دادم، بعدی رو 10 سان اوورلپ دادم. میبینی این 10 سان اوورلپه، بعدی 10 سان اوورلپه، بعدی 10 سان، همینطوری رو هم که پشت به شیب باشه، اوورلپا آب نره زیر ایزوگام. میاد اینجا مال اونور که زدم میاد اینجا، اینم میاد اینجا، یه تیکه روش قرار میگیره، این وسطی روی هر دو قرار میگیره که پشت به شیب باشه. این 1 دقیقه خواستم یه توضیح بدم، 1-2 دقیقه در همین مورد که اینو داشته باشین تا بعد. روزتون خوش.